سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. از الله سبحانه و تعالی خواهانم که از زبان بنده چیزی را خارج بسازد که سبب خیر جوامع بشری بوده و سعادت دنیا و آخرت ما را تأمین و تضمین نماید. الله سبحانه و تعالی اولین معلم هست که خداوند جل مجده برای آدم علیه السلام علم را یاد داد. و علم آدم الاسماء، خداوند متعال همه اسما را به آدم علیه السلام یاد داد. الله سبحانه و تعالی به آدم علیه السلام دو کار را به عهده‌اش گذاشت. یک، وظیفه خلافت در روی زمین، دو، وظیفه اعمار و بازسازی زمین. وظیفه خلافت که به عهده آدم علیه السلام در زمین داده شد او بعد معنوی و دینی هست، اما الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می فرماید که ما به آدم علیه السلام تمام اسماء را نشان دادیم. شاید به فکر ما خطور بکند که نامهای چیزها را برای آدم علیه السلام نشان داد، مسمیات را، در حالی که تنها یاد گرفتن نامها کافی نیست. به آدم علیه السلام بر علاوه مسمیات و نامهای اشیا و چیزهای مختلف طریقه کاربردش هم نشان داد، چون مسئله اعمار زمین و مسئله مدیریت زمین فقط و فقط با نام گرفتن و یاد گرفتن نامها نمیشد. اگر یک نفر با صدها هزار نام را یاد داشته باشد لیکن کاربرد از نامها را نفهمد، چیز را دل را و دوا نمی کند. آدم علیه السلام به حیث خلیفه زمینی که از جانب الله متعال تعیین شد، او مسمیات را یاد گرفت و کاربردش هم در زمین یاد گرفت. مثلا فهمید که زراعت باید چه قسم شود، و می قسم تخم در زمین به چه شکل پاشیده شود، آبیاری زمین به چه شکل باید مدیریت شود. همه اسباب و وسائل و مسائل را به آدم علیه السلام یاد داد. پس اولین معلم الله سبحانه و تعالی است که برای پیامبرای خود علم را یاد داد. و در اینجا امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه در تفسیر از این آیت متبارکه می فرماید که الله سبحانه و تعالی صفت ذاتیش که همان علم و معرفت هست، در مرحله اول بعد از تفویض خلافت در روی زمین به آدم علیه السلام یاد داد علم را. علم در حقیقت پلکان تعالی رشد و ترقی یک ملک است. در هر وقت و در هر زمان و در هر برهه علم هست که ملتها را به شکوفایی میرساند. و دینی که در اوایل خود به علم و معرفت و به الاخره تقوا و تعالی و ترقی دعوت میدهد، او غیر از دین مبین اسلام کدام دین دیگه نیست، چون اولین پلکان وحی و اولین ابتدای وحی از اقرأ باسم ربک الذی خلق شروع شد. بخوان به نام پروردگارت، آن پروردگاری که زمین و آسمان را آفرید. در جای دیگه الله سبحانه و تعالی اهمیت علم را توسط وسیله‌ای که علم را در رشد و شکوفاییش به اوج میرساند قسم یاد میکند. نون و القلم و ما یسطرون، قسم است نون و قسم به قلمی که آن چیزی که نوشته میکند. علما میدانند که نون از جمله حروف مقطعات هست. الله سبحانه و تعالی بعد از آدم علیه السلام پیامبرای دیگری را به خاطر هدایت بشر فرستاد. ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. بهترین معلمین در بشریت، بهترین رهنمایان در انسانیت از آدم علیه السلام الا خاتم نبی مکرم
امام الموحدین، قائد المجاهدین، قدوه ما و الگوی ما رسول صلی الله علیه و سلم بودند. بعد از رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و تسلیم، وظیفه معلمی و این رسالت عظیم به امت پیامبر علیه السلام و به علما داده شده است. پیامبر علیه السلام می‌فرماید که انما بعثت معلما، ما معلم مبعوث شدم، یعنی تعلیم دهنده مبعوث شدم تا این که مکارم اخلاقی شما را به تمام معنا به پای اکمال برسانم. اولین معلم الله سبحانه و تعالی، بعد از او انبیاء کرام و بعد از او تسلسل جریان دارد که علما در رده اول و ما و شما هم در زمره معلمین هستند. علما کی است؟ با قول حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه انما یخشی الله من عباده العلماء. هر آن کسی که از الله بی‌ترسد او عالم هست. کسایی که از الله ترس ندارد، کسایی که دین الله را پیروی نمی‌کند، با وجود داشتن مدارج و اسناد معتبر جهانی نمی‌تواند که عالم شده بتواند. چون در تعریف عالم قرآن کریم می‌فرماید که علما کسایی هست که از جانب الله از الله می‌ترسند. العلماء ورثة الانبیاء، علما میراثبران پیامبران هست. پیامبران بعد از مرگ خود نه آپارتمانی به جای گذاشتند، نه سرمایه‌ای به جای گذاشتند، نه کدام زر و زیور و سیم و جواهری برگذاشتند بر میراث. بعد از خود علم و معرفت را و روشنایی را به میراث گذاشتند. انشاءالله العزیز ما در این سمینار امروزه خود واضح خواهیم ساخت که مقام و ارزش و جایگاه معلمین در دین مبین اسلام به چه منوال و به چه اندازه است. استادای نهایت محترم، معلم اصل هست و کارمندای دیگری که از رئیس گرفته عامل یک مکتب، رئیس یک نهاد، وزیر یک نهاد، اینها فرع هستند. چون معلمین هستند که زیربنای یک مملکت را رقم میزنند. معلمین، چه معلمین مدارس هست، چه معلمین مکاتب هست، چه معلمین کهنتون ها هست، کلش معلم هست. این معلمین وظیفه بزرگ خطیر و سنگین و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه را دارند بدوش. معلمین محترم، به شکل وجیز و به شکل مختصر باید بگم که استادای نهایت محترم، شما وظیفه سنگین و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه برای نسل جوان و مسئولیت آینده سازان وطن را به عهده دارید. اندک تغافل در این وظیفه، اندک کوتاهی در این وظیفه خسارات جبران ناپذیر را در دنبال دارد. ملت هایی که به ترقی و تعالی و رشد و شکوفایی رسیدند، اونها به قشر همچون معلم توجه کردند، معلم را ارزش قائل شدند. اون ملت هایی که به معلم ارزش قائل نشدند، پلاهای رشد و تعالی و ترقی را هرگز نخواهند پیمودند. پس معلم زیربنای یک اصل یک مملکت را تشکیل می‌دهد. اگر دکتر هست، اگر مهندس هست، اگر انجینر هست، اگر وزیر هست، اگر رئیس هست، در هر صنف و قشر که قرار دارد او باید مدیون احسان معلم باشد، باید دستای کفیده معلم را ببوسد، باید وضعیت اقتصادی که در حد پایین معلمین دارد به او باید توجه جدی شود. معلم مشکلاتش باید در نظر گرفته شود. امروز اگر مردمایی که در ریاست ها قرار گرفتند، در مدارج بالا قرار گرفتند، اینها همگیش مدیون احسان معلمین خواهند بودند. اگر نباشند این در حقیقت ناسپاسی از این است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قرآن کریم معلم را برای ما ارزشمند معرفی میکند. ما کسی نیستیم که با زبان خود با معلم ارزش بدیم.
در حالی که الله سبحانه و تعالی ارزش قائل است. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. بالای شما منت گذاشته الله متعال. این من و احسان الله سبحانه و تعالی است که اذ بعث فیهم رسولا، در بین خود شما از جنس خود شما رسول را فرستاده. من انفسهم، از نسل شما، از جنس انسان ها آفریدیم. وظیفه اینها چیست؟ یتلو علیهم آیاته، خداوند متعال رسول ها را برگزیده تا قرآن را برای امت ها بخوانند، تعلیم قرآن را بدهند. و بعد از و یزکیهم، بعد از تعلیم باید اینها را تزکیه بکند. مفسرین می‌فرماید که و یعلمهم الکتاب انتقال معلومات هست و یزکیهم تربیه هست. یعنی تعلیم و تربیه مثل پشت و شکم بدون یکدیگر شده نمیتواند. ما تنها راه درمان مملکت ها را در معلمین مسلکی نمیبینیم. مسلک سبب نجات جوامع اسلامی نمیشد. اگر ما تنها و تنها مسلک را بگیم که سبب نجات میشود، این ناقص فکر هست. چون خیلی انسان های مسلکی بودند که با دور شدن اشغال و سقوط استعمار به منجلاب بدبختی و زباله‌دان تاریخ مدارج دکترا و پی اچ دی و فلان را داشتند، لیکن این مملکت را در بسیار وضعیت خطرناک قرار دادند. اونها فرار کردند، مغزهای فراری و اجساد متواری و متلاشی بودند. مگر اونها از اکسیژن از این ملک استفاده نکرده بودند؟ مگر اونها کسایی نبودند که از خاک این وطن استفاده نکرده بودند؟ مگر از هوای پاک و صفا و تمیز این مملکت تنفس نکرده بودند؟ در همین مملکت یاد گرفتند، لیکن رفتند این مملکت را به حد بالآخره کوچک فکر کردند که جای پا برای خود ندیدند. چون اونها مسلک داشتند، در وجود اینها برای تربیت چیزی نبود. پیلوت ما مسلکی بود، متدین نبود. زمانی که به پیلوت گفته میشد که مدارس را بمباردمان کن، در بدل معاش خود آماده بود که مدارس را بمباردمان بکند. زمانی که یک تانکیست یا جنرال نظامی را میگفت که در بدل معاش میتوانی که مدارس را به خاک و خون یکسان کنی، در بدل معاش خود بهترین هدف را میزد، لیکن در وجودش تقوا نبود. او در زانوی ترمزی و استاد متدین نزده بود. تزکیه در وجودش نبود. ولی عزیزان و سروران، تنها مسلکی بودن سبب نجات امتها نمیشد، بلکه در کنار مسلکی بودن تزکیه و تقوا و تربیه هم لازم هست که ما به این توجه داشته باشیم. چون الله میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم به خاطر تعلیم کتاب قرآن و به خاطر تزکیه مردمای عصر خود اصول مادیه مقرر شده و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بعد از این الله متعال میفرماید که اقوامی بودند که اونها در گمراهی بسیار واضحی به سر میبردند. رسول گرانقدر اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید فضل العابد کفضل ابنائکم. از فضیلت صحبت میکند، فضیلت انسان ها و فضیلت و مدارج افضلیت انسان ها را تعیین میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که فضل من بر فضیلت کوچکترین شما، این قابل تصور نیست. و بعد از این میفرماید که ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله و ملائکته، الله متعال و ملائکش و اهل السماوات و ساکنین آسمان ها و الارض، مخلوقاتی که در آسمان زمین زندگی میکند، حتی با کوچکترین موجود روی زمین اشاره میکند، حتی النملة فی جحرها، حتی مرچه ها که روز کبریت در رابطه با نظامش صحبت شد در سوراخ‌های خود، و حتی الحوت در زیر ابحار
مایی ها یصلون درود میگن و اینها دعا میکنن علی معلم الناس الخیر، بر معلمی که او معلم حرکتش خیر هست، ذهنیتش خیر هست، از خانه تا مکتب روانتی خیر حرکت کرده. در آسمان ها کسایی که هستند بر حالت اینها مباهات میکنند. در زمین مخلوقاتی که ملموس و غیر ملموس، مروی و آب نامرئی است و اینها حالت اینها مباهات میوزند. مرچه ها بر حالت معلمین قبطه میخورند. همچنین ماهی ها در عمق بحر زمانی که فضائل یک معلم مؤمن و متیقن به ارزش های اسلامی را میبیند او درود و دعا میفرستند. و از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حجة الوداع که حجة الوداع بنابر روایات 1,24,000 صحابه در اونجا حضور داشت. آخرین حج پیامبر علیه السلام در کنار خطبه های تاریخی خود یک خطبه دیگه را اضافه کرد. اللهم اغفر للمؤمنین، اللهم اغفر للمعلمین و اطل اعمارهم و بارک لهم فی کسبهم و معاشهم. پیامبر ما و شما را فراموش نکرده بود. در حجة الوداع به این نقطه مهم اشاره کرده بود که الله سبحانه و تعالی را گفت خدایا معلمین را مغفرت بکن، معلمین را مورد مغفرت و نوازش و اکرام قرار بده ای بار خدایا. و اطول اعمارهم، عمر معلمین را زیاد بکن چون امتها نیاز به اینها دارد. اینها کادرهای جامعه است، عمر با برکت دینی نصیبشان بگردان. و بارک لهم فی کسبهم و معاشهم. پیامبر علیه السلام موضوع فهمیده بود که معلم یک کسب در حقیقت بیشتر مظلوم هست، در حقیقت خودش میداند که چقدر بزرگ ظاهرا مظلوم شده. پیامبر علیه السلام برش دعا کرد که خدایا اگر معاشش در یک وقت کم میشد در کسبش برکت را بینداز. و همچنان پیامبر علیه السلام میفرماید که در کسب و در معاشش برکت را بینداز. فصل خطاب للمدرسین و الطلاب، مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه این موضوعات را ذکر کرده در کتاب خود. و پیامبر علیه السلام میفرماید که روایت از زید بن اسلم و او از پدرش روایت میکند و از بعضی اصحاب رسول گرانقدر اسلام، احب العباد الى الله تعالی بعد الانبیاء و الشهداء والمعلمون. رسول گرانقدر اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید که بهترین بنده ها نزد خداوند متعال، خداوند گفتد که شما بهتر هستید. وقتی که اگر یک بزرگ، یک مسئول رده بالا برای ما بگن که فلانی خوب آدم است، شاید از فرط خوشحالی در لباس خود نگنجیم. پیامبر خدا صادق الامین، یا حتی کفار گفت که ما جربت علیک الکذب، ما تجربه دروغ را بر پیامبر خدا نکردیم. محمد را به محمد صدیق میشناختند. پیامبر علیه السلام گفتند و هرگز دروغ نمیگه پیامبر علیه السلام. بهترین بنده ها نزد الله سبحانه و تعالی کیها هستند؟ بعد الانبیاء، بعد از انبیاء کرام و الشهداء، بعد از شهداء مقام معلمین هست. الله سبحانه و تعالی ما را معلمین واقعی داشته باشد. و ان ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه، من علم ابنه او ابنته، کسی که بچه خود را و یا دختر خود را تعلیم بدهد شیئا من القرآن فله بكل درهم اعطاه للمعلم وزن جبل احد. اگر یک کسی در خانه درس تدریس را شروع میکند، تعلیم را میکند، حتی فرزند خود را درس میدهد، دختر خود را درس میدهد، الله سبحانه و تعالی میگد پاداش زی به اندازه جبل احد است. میدانید که جبل احد را در اکثر جاها پیامبر علیه السلام ذکر کرده، چون جبل احد کوی هستند که پیامبر گفت جبل احد احبه و نحبنا. کوی احد کوی است که ما را دوست دارم و مرا دوست دارد. کوی احد کوی هست که دامنهاش خون رادمردان ریخته. کوی احد کوی است که دندان پیامبر بالای از او به شهادت رسیده. کوی احد ساده کوی نیست. اگر انسان مومن، معلم متدین
این مسئولیت خود متوجه باشد ارزش هر ثانیه‌اش به اندازه کوه احد است. ما به این مسئله مهم باید توجه داشته باشیم. خصوصیات معلم خوب چی هست؟ تا ما بتوانیم که یک معلم خوب باشیم، معلم باید به اصلاح نفس خود بپردازد. یک معلم متدین، یک معلم که واقعا پیامبر خدا و دین اسلام او را معلم گفتند باید به تعلیم و تزکیه نفس خود بپردازد. در وجود انسان نفس اماره به سوء است و نفس مطمئنه نفس انسان‌های مؤمن و نفس انسان‌های که به ولایت رسیدن و انسان‌هایی که پیشگاه الله مقام و جایگاه بزرگ دارند. پس انسان باید به تزکیه نفس خود بپردازد. از همه مهمتر قشری که باید در این نقطه تمرکز داشته باشد او معلمین عزیز است. نفس خود را از خواهشات، از اغراض شهوانی باید پاک بکند. این نفس را که هر زمان انسان را به گناه و معصیت و خیانت و غدر وادار می‌سازد باید لجام این نفس را در کنترل بگیرد، چون در یک سنگر بسیار بزرگ و عظیم قرار گرفته. استادای محترم علما می‌فرمایند که بهترین جنگ است که قماندانای جنگیش معلمین و علما باشد. بهترین جنگ است که تلفات سنگینی که به طرف واقع می‌شود او جهل باشد. بهترین جنگ است که در مقابلش جهل قرار داشته باشد و ابزار جنگی که جنگ را به پیش میبرد قلم و تباشیر باشد. استاد محترم او دستای پرگرد تباشیر تو به میلیون‌ها ارزش دارد در صورتی که از عمق دل با کمال اخلاص در صف نبرد داخل شوی که در مقابل تو جهل وجود دارد. ما به خاطر ستودن جهل، به خاطر از بین بردن ریشه های ظلم و جهل قد علم کردیم تا جهل را از بین ببریم. در مقابل ما دشمنای همچون جهل قرار دارد و جهل از بین بردنش کار معلمین هست. دو، در تعلیم و تربیه هدف جز رضایت الله متعال چیز دیگه نباشد. زمانی که انسان متدین و معلم واقعی از خانه حرکت میکند، نماز صبح خود را به جماعت خواندد، ذکر و اذکار صبح و شام خود را خواندد، تلاوت قرآن کریم خود را خواندد و بعد از او و مسائل زندگی خودم رسیدگی کردد، وضو گرفتد به قصد جهاد علیه جهل، از خانه تا مکتب را به قصد حرکت کردد که خدایا من میرم یک امت در اختیار ما قرار گرفتد، من میرم یک امانت بسیار بزرگ در اختیار ما قرار گرفتد، خدایا تو مرا کمک بکن تا که کم نیایم و این مسئولیت عظیم را به وجه احسن ما ادا بکنیم. اگر یک معلم از خانه به این فکر و به این ایده و به این عقیده خارج شود، طبعا استاد در میدانی که در مقابل جهل قرار دارد فایق می‌آید و کامیاب می‌آید. اگر استاد محترم از خانه با کسالت و تنبلی و با همچنان با قضا شدن نماز صبح و با دغدغه‌های فراوان و با ذهن بل الاخره مشوش داخل از این محرکه میشه ناکام میماند، شاگرده از این فیض را میگیرد. دو، ظاهر و باطنش از گناه و لغزش پاک باشد. استادای محترم، گناه کسایی که در رده بالا قرار دارد بالای کسایی که در رده پایین قرار دارد تأثیر دارد. گناه عامل یک مکتب بالای معلمین تأثیر دارد. گناه معلمین بالای شاگردان تأثیر بد خود را دارد. اگر ما میخواهیم که شاگردای ما خوب شود، پس بین که ما خوب شویم. الناس علی دین ملوکهم کما تکونون ذلک یؤمر علیکم. پیامبر علیه السلام میفرماید کسی که شما باشند بالای شما همون قسم مردم مأمور میشوند. پس ما اگر میخواهیم که شاگرد ما خوب باشد، ما ببینیم یک دفعه که آیا خود ما خوب هستیم یا نیستیم، چقدر ما به ارزش‌های اسلامی پابند هستیم. اگر ما خوب بودیم شاگرد ما هم خوب میشد. شاگرد از ما تقلید میکند، تقلید عملی و تقلید قولی میکند. پس ما از گناه و خطاهای کوچک و بزرگ باید جلوگیری بکنیم و این گناه را ترک بکنیم. هم ظاهر ما ملبس به دین خدا و ارزش‌های اسلامی باشد و هم باطن ما. 3. اخلاص را مهمترین عامل توفیق در کارها
و خصوصا در تعلیم و تربیه داشته باشه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. همگی با شما میخوایم که در روز قیامت الله را ببینیم. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. در روز قیامت کسایی هستند که روحاشان تازه است. چرا؟ الله را میبینند. پس ما به خاطر دیدن الله باید اخلاص را باید به خاطر هر عمل اخلاص داشته باشیم. و چی بسا که در بخش تعلیم و تربیه اخلاص جز لاینفک زندگی ما باشد. عمل ما دور از ریا و تظاهر باشد. این قسم نباشه که استاد محترم چشم مدیر یک مکتب را ببیند تا زمانی که عامل یک مکتب یا مسئول یک مکتب متوجه هست در سن باشد. زمانی که مسئول یک مکتب یا مسئول یک مدرسه در مکتب نیست، بالاخره وقت خود را از سن بیرون بگذارد و مشکلات شاگرد رسیدگی نتانه. این اخلاص نیست. و چهار، خود سعی صدر داشته باشد و این صفت را به دانشان آموزان انتقال بدهد. خودش فکر باز داشته باشد، قلب مشرح داشته باشد، در قلبش همه شاگردان جای داشته باشد و شاگردان را در حیث فرزندای نسبی خود تلقی بکند. 5. از وقار، سنگینی و احترام خاصی برخوردار باشد. از هر چی که خلاف شان معلمی است جدا خودداری بکنند. یک استاد در حقیقت باید همگی حرکات و سکاناتش متوجه باشد. هر حرکتش، هر قدمش، هر در حرکت عکس العملش شاگرد کنترل میکند. شاگرد میبیند. شاگرد از پدر خود خیلی مؤثر نمیشود. اکثر شاگردان شما ببینند در خانه چقدر که تاکید کنید سلام پرده، شاید سلام را عادت نکند. اما اگر در سن برای شاگرد در اصول صنفی استاد بگه که بچه سلام بنداز، در خانه سلام بندازد، میگه استاد با نظر خائنانه به شاگرد دارد. این امانت بزرگی که خدا برای از دادت، رسول خدا برش دادت، این خیانت کرده. متوجه باشد که در اوقات بسیار نزدیک ذلیل میشود و رسوا میشود. خداوند متعال ما و شما معلمین را از رسوایی دنیا و آخرت نجات بدهد. 7. میان شاگردان غنی و فقیر در صنف تعلیم و تربیه در صنف تفاوتی باید دیده نشود. استادای محترمی که داخل صنف میشویم ما و شما باید در بین شاگردان هیچ تبعیض را باید قائل نباشیم. شاگردای فقیر و شاگردایی که مستمند هستند، شاگردای غنی و سرمایه‌دار را باید به یک چشم ببینیم. اونها اولاد از این ملک است. تفاوت زبانی و لسانی بین ما و شاگردان باید فاصله ایجاد نکند. اگر شاگردی در رابطه با شاگردی در رابطه با تبعیض نژادی و تبعیض لسانی صحبت میکند باید جلوش گرفته شود. شاگردای فقیر هم نور چشم ما باشد، شاگردای غنی هم نور چشم ما باشد. علیه در صنف برای ما و شما موازی باشد. اگر شاگرد غنی را ما دوست داشته باشیم و شاگرد فقیر را توجه برش نداشته باشیم، در حقیقت ما خیانت کردیم. باید را یاد کنیم که در صنف تعداد شاگردای خداوند زیبایی برشان دادد. شاید از شادابی و تراوت خوبی برخوردار باشد. استاد باید خائنانه به او شاگرد نگاه نکند. فرزند از اوست، اگر این کار را میکند فردا منتظر اولادش باشد که کسی دیگه این خیانت را به او مرتکب خواهد شد. استادا باید متوجه باشد که بدون تبعیض داخل صنف شاید با وقار و سنگینی و تدریس خود ادامه بدن. از شاگردان برای کارهای شخصی استفاده نشود. وقت شاید استادای رشته‌فید در این نشسته خوب میفهمند در حکومت‌های سابق و نظام‌های سابق وقتی که خرمن درو میشد و تیرشر و بعضی موضوعات دیگه میشد، شاگردان را به خاطر کارهای شخصی استادان میبرد. پس در این زمان این کارهای امکان پذیر نیست و استاد حق ندارد که به خاطر کارهای شخصی خود از شاگرد استفاده بکند. همچنان موضوع بعدی که یک استاد در نظر بگیرد، باید شاگرد را در سن به القاب بد و تمسخر آمیز یاد نکند. استاد متوجه باشد که شاگرد را
به نامهای مختلف یاد نکند، چون آبرو و حیثیت از شاگرد زیر سوال قرار میگیرد و او شاگرد از حیثیت و آبروی خود برخوردار است. 11 شاگردان را از غیبت، دروغ، گناه و معصیت باز دارد و شاگردان فرصت داده نشود که شاگرد دروغ بگوید. شاگردان باید از گناه و معصیت دور بدارند و در رابطه با تزکیه شاگردان متوجه باشند. امام غزالی رحمت الله علیه در کتاب به نام تعلیم المتعلم چند تا وظیفه استادان را ذکر کرده که مختصر برای شما بیان میکنم. نسبت به شاگردان رؤوف و مهربان باشد. قسمی که قبلا واضح شد که استادای محترم باید بسیار مشفق باشند. روز گذشته جناب رئیس پوهنتون لوگر در رابطه با ترحم و شفقت پیامبر و همچنان جناب دکتر صاحب رفیع الله سمی در رابطه با تعلیم و تربیه و تزکیه افکار پیامبر علیه السلام که برای صحابه‌اش داشت بیاناتی داشت. اما قسم ما هم باید در وجود خود رحم و لطوفت را و دست لطوفت و مهربانی را برای شاگرد داشته باشیم. 2 به صاحب شرع مقدس احترام قائل باشیم و از او پیروی بکنیم و با یک مواصفات خوب معلم را در وجود خود باید داشته باشیم. استاد نباید علوم دیگری را نسبت به شاگرد کمرنگ جلوه میدن. مثلا یک استاد مضمون جغرافیا داخل صنف میشد، میگه همین مضمون فرض مثال تاریخ خیلی مهم مضمون نیست، یا مضمون تاریخ میرود میگه زبان ادبیات پشتو خوب مضمون نیست، و یا یک استاد میرود میگه مضمون تعلیم به اصطلاح سیرت النبی خیره والعیاذ بالله و درد نمیخورد. استاد باید اهمیت و ارزش هر مضمون را برای شاگردش توصیه بکند که هر مضمونی که از طریق نصاب برای اینها ترتیب شده و مهم هست. استاد نباید از اندازه توان شاگرد اضافه تر از سطح درجه تحصیلشان بیان بکند. مثلا استاد در صنف اول اصول صنفی قرار دارد، از مباحث صحبت میکند که برای صنف 12 گفته شود، و یا فرض مثال در صنف 12 از مباحث صحبت میکند که برای اصول صنفی گفته شود. استعدادهای شاگردان باید در نظر گرفته شود. معلم یا مدرس به علم خود عمل بکند که در تعلیم و تربیه شاگردان بسیار تأثیر خود را دارد. در تفسیر تبیین القرآن مفسرین می‌فرمایند که و علما تصریح کردند که حق بعد از حق الله حق رسول گرانقدر صلی الله علیه و سلم بالاترین حقوق را معلمین دارند. حتی علما می‌فرمایند که از پدر و مادر کرده حقوق معلمین بیشتر هست. دلیل را در اینجا وارد کرده که پدر و مادر فقط به خاطر بهتر شدن وضعیت ظاهری یک طفل خود کار میکند. به خاطر وضعیت ظاهری یک طفل توجه میکند، اما معلم روح یک شاگرد پرورش میدهد. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه میفرماید که من در دوره طالب العلمی خود را پست کردم، یعنی تواضع اختیار کردم. وقتی که به استادی رسیدم عزت پیدا کردم. از این مایل ثابت میکنم که اگر ما تواضع را پیشه بکنیم شاگرد احترام ما را دارد. چقدر که استاد متدین باشد به اون اندازه شاگرد احترامش زیاد دارد. و گاهی وقت در صنف استاد به موضوعاتی برخورد میکند که او موضوع را استاد نمیداند. استاد باید فکرش باشد که از این کلمه نمیدانم شرم نکند و برای شاگردای خود دروغ نگوید. به خاطر دلیل از این موضوع در زمان حضرت شعبی رحمت الله علیه که از علمای برجسته امت است، تعداد زیادی آمدند از او مسئله را پرسیدند. گفت این مسئله چی نظر داری؟ گفت من نمیدانم. کسایی که سوال کنندگان بودند گفت آیا تو نمیشد که در شرق و غرب از تو یادآوری میشد و تو میگی نمیدانم؟ در جواب گفت که از چیزی که ملائکه های خدا شرم نکردند، گفت لا علم لنا الا ما علمتنا، چیزی که الله به ما مخته میدانیم
چیزی که الله به ما ناموخته و را نمیدانیم و آن چیز را میدانیم که الله به ما دانسته و تدریس کرده و تعلیم داده. استادای محترم، مباحث خود جمع میکنم که جناب مولوی صاحب عبدالرحمن رئیس معارف ولایت لوگر تشریف آوردند و علمای دیگه انشاءالله از دور و نزدیک در خدمت شما شاید حاضر شوند. الله سبحانه و تعالی صفات پسندیده‌ای که یک معلم خوب داره می باشد در من و شما احیا و پویا کند. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما